حبیب خدا میگوید این الکذب یهدی الی الفجور و این الفجور یهدی الی النار. کسی که اگر دروغ میگوید دروغ او را به فجور میبرد، به فاجری میبرد، به راههای غلط و حرامی و فسادی میبرد. وقتی آدم دروغگو شود، وقتی آدم فاجر شد، ببینید وقتی فاجر شد، فاجری او را به آتش دوزخ میبرد. حضرت مولوی جنون میگفت همه شرمندگی ها از دروغ است، چراغ راستان دائم فروغ است. به دنیا این قدر دارد خجالت، چی باشد خجلت روز قیامت. دروغگو را در بالای دروغش وقتی که میداری چی قدر خجالت میشود، چی قدر شرمنده میشود. ولی میگوید حضرت مولوی در دنیا این قدر خجالت دارد، چی باشد خجلت روز قیامت. خجالت روز قیامتش چگونه باشد؟ ستون از راستی آمد به مسجد، خشبها از کجی ضربی تبر دید. حضرت میگوید همین مسجدها در ستونهای راستی که میبینین، همون ستونهای مسجد، میگه به چی خاطر مسجد آمد؟ به چی خاطر مسجد؟ جای مقدس، جای خوب، جایی که بهترین چیز راه میدهد. این ستونها به خاطر چی مسجد آمدن؟ به خاطر که راست بودند. ببینید برای همون دستک پرتافتن چویهای راست جدا میکنند. همینا از راستی میگویند که به مسجد آمد. خشبها از کجی ضربی تبر دید. هر چوبی که کج باشد، مولوی گفت او حتمی تبر میخورد. یعنی هر انسانی که دروغگو باشد، هر انسانی که در امانت خیانت میکردگی باشد، البته او عذاب خدا را میچشد.